خیلی ممنون از شما. حسین جان میخواین که چون 2:01 دقیقه هست الان شروع بکنیم حالا به ترتیب؟ بله دوستانی هم به ما اضافه شدن که و دوستانم بهمون اضافه میشن و فکر کنم وقت دوستان رو نگیریم و از فرصتی که داریم حد اکثر استفاده رو بکنیم. امروز مجده کتاب 19 هم هست، یعنی ما 19 نشست هست که همراه هم هستیم، همینطور دوستانی همراه ما هستن و به معرفی آثار علوم انسانی و ادبیات میپردازیم و امروز هم به تعداد این آثار و نقد و بررسی آثار جدید اضافه خواهد شد. حسین جان ما جلسه رو با شما شروع میکنیم، بفرمایید ما شنوای شما هستیم. بله ممنونم محمد رضا جان. مجددا خدمت شما آقای کمالی عزیز و همه عزیزان کتاب دوست و فرهنگ پژوه سلام عرض میکنم و عرض ادب. من خب طبیعتا این 19 جلسه 18 جلسه پیشین مجده کتاب بیشتر مقاله معرفی کردم، شاید 17-18 تاش شاید 16 تاش حداقل جستار و مقاله بوده. امروز هم یه مقاله انتخاب کردم چون هفته پیش مقاله به انگلیسی انتخاب کرده بودم از وربیگ. این هفته یک جستار در زبان خودمون، زبان فرهنگ خودمون یعنی پارسی انتخاب کردم و عنوان مقاله هست پیرمرد چشم ما بود، اثر جلال آل احمد هست که در مورد نیما نوشته. من در 3 محور بحثم رو صورت میدم. ابتدای مقدمه میگم، بعدن خود مقاله رو میگم و در انتهای صحبتم هم یک نکاتی به ذهنم میرسه، 6 تا نکته کوچیک بهش اشاره میکنم. پس الان از مقدمه شروع کنم که جلال آل احمد چه موافق نشر فکری و سیاسیش باشیم یا نه، چهره‌ای تاثیرگذار در روشنفکری سده 4 هجری ایران زمینه. میگویم سده 14 به این معنا گرچه در تقریبا در نیمه اول این سده میزیست، تأثیرش چنان و چندانه که در نیمه دوم این سده هم و حتی تا کنون هم پژواک‌های اندیشه و منشش دیده و شنیده و روایت میشه. اون نویسنده، منتقد ادبی، مترجم و روشنفکر سوسیالیست بود. من بسیاری از آثار رو خوندم و تصور میکنم مبتنی بر این خونده ها تأمل ها میتونم بگم که او در مجموع مترجمی متوسط، پژوهشگر و داستان نویسی قابل تأمل اما جستار نویسی برجسته است. حقیقتا تصور میکنم او در جستار نویسی و بعد در سفرنامه هایش یک سر و گردن فراتر از کارهای دیگرش ظاهر میشه و از این نظر چه در مقام شکل و صورت و چه در مقام محتوا از جستارها و سفرنامه هایش نکاتی نیک و ناب رو میتونیم بیاموزیم. سخن گفتن در باب این نویسنده و روشنفکر تاثیرگذار در ایران معاصر البته نیازمند تحلیل‌های مبسوط و مستقل دیگه‌ایه، اما در راستای دغدغه اصلی من در این 19 جلسه مجده کتاب که همونجور که گفتم مقاله هست، نمیتونم از نقش اون در جستار نویسی در ایران زمین سخن بگم و از جلال سخنی به میون نیارم. صادقانه بگویم من بنا داشتم در این جلسه به معرفی و تحلیل یکی از جستارهای محمد قائد که اونم به عنوان یکی از جستار نویسان برجسته پارسی زبان مطرح بپردازم، اما به جهت تاثیرپذیری قائد از آل احمد ترجیح دادم ابتدا جستاری از جلال رو معرفی کنم و سپس در جلسه دیگه یکی از جستارهای قائد رو به بحث بذارم. این مقدمه بحثم. خب اما جستار پیرمرد چشم ما بود، جستار که خب من در برابر اسه میذارم، جستار پیرمرد چشم ما بود با بندی از شیوه آشنایی جلال با نیما در کنگره نویسندگان در تیر ماه 1325 آغاز میشه و با بندی در هنگامه مرگ نیما در دی 1338 به پایان میرسه. جستارنویس سعی میکنه نمایی از این 13 سال آشنایی به دست خواننده بده. جستار نکاتی جالب و مفید در باب رویه‌های فردی نیما، سبک زندگی وی، وضعیت خانوادگیش، نگاهش به تربیت فرزند، ارتباطش با روشنفکران و شاعران
جستاران و نویسنده های دیگه مواضع سیاسی نیما و وضعیت مشت و بینش سیاسیش، شادی و غمها و هراسهای نیما و عاقبت نگاه نیما به شعر و کارهاش رو ارائه میکنه. به طور مثال جلال در جای اشاره میکنه که هنگامی که در تجریش همسایه نیما میشه، این حشر و نشر رنگ و بوی دیگه به خود میگیره. این نکته درسته و از این تاریخ به بعد، یعنی از سال 1329 به بعد، ما روایت جلال از زندگی و مشی نیما را با اون خود دقت جذابیت بیشتری شایسته است. در جای جلال میگه پیرمرد در امور عادی زندگی بی دست و پا بود، درمانده بود و اصلاً با آداب شهرنشینی عهد نشده بود. پس از این همه سال که در شهر به سر برده بود، هنوز دماغش هوای کوه را داشت و به چیزی جز لوازم آنجور زندگی تن در نمیداد. حتی جورابش را خودش نمیخرید و پارچه لباس از این سر سار تا آن سر در دکان خیاط میماند. بسیار اتفاق افتاد که با هم سر یک سفره باشیم، اما عاقبت نفهمیدم پیرمرد چه میخورد و به چه زنده است. در غذا خوردن بعد اداب، سردی و گرمی طبیعت خوراک‌ها را مراعات میکرد. شب مانده نمیخورد. حتی دستپخت عالیه خانم، یعنی همسر نیما، همسرش را قبول نداشت. دهان کلفت‌ها همیشه برایش بوی لاش میداد و نوکر هم که نمی آوردن و گنجش‌ها و سارها و گربه های این پسر هم، یعنی پسر نیما هم که باغ وحشیش ساخته بود و پیرمرد خیال میکرد با هر لقمه‌ای یک من پشم گربه میخورد. گاهی فکر میکردم اگر عالیه خانم نبود چه میکرد. خودش هم به این قضیه پیوسته بود. من به عمد یک متن طولانی انتخاب کردم از این جستار خیلی خوب تا دوستان با فضای و شیوه برخورد جلال با یه زندگی پربار ادبی بیشتر آشنا بشن. یکی از نکات جالبی که جلال در جستار خودش برجسته میکنه سوء ظن شدید نیما به انگلیس هست. جلال به ابراهیم گلستان پیشنهاد میکنه که فیلمی کوتاه از نیما و زندگی و کارهاش بسازه، اما هنگامی که موضوع رو با نیما در میان میذاره، او این موضوع رو به دسیسه و توطئه انگلیس‌ها نسبت میده. به جهت اینکه گلستان در شرکت نفتی کار میکرد که خب تازه ملی شده بود. جستار با گونه تصویرسازی بدی از شبی که نیما در میگذره به پایان میرسه. شبی که آن اتفاق افتاد، ما به صدای درزها پریدیم. اول گمان کردم میراب است. زمستان و 2 بعد از نیمه شب. چه خروس بی‌محلی بود همیشه این میراب. خواب که از چشمم پرید و از گوشم، تازه فهمیدم که در زدن میراب نیست و شستم خبردار شد. گفتم سیمین، به نظرم حال پیرمرد خوش نیست. چیزی دوشم انداختم و دویدم. هرگز گمان نمی کردم که کار از کار گذشته باشد. گفتم لابد دکتری باید خبر کرد یا دوایی باید خواست. عالیه خانم پای کرسی نشسته بود و سر او را روی سینه گرفته بود و ناله می کرد نیمام از دست رفت. این که خلاصه‌ای بود از، در واقع خیلی خیلی خلاصه از خوانش من از این مقاله خیلی خیلی خوبه جلال در مورد نیما. در انتها میدونید بر حسب عادت همیشگی یه نکاتی میگم که فکر میکنم میشه مبتنی بر این نکات این جستار برجسته رو بهتر فهمید. اول اینکه حقیقتا کسی که مایل کاری در حوزه جستار نویسی انجام بده لازمه با این اثر آشنا بشه. نه فقط برای جستار نویسی، هر کسی که دستی در نوشتن در زبان فارسی داره فکر میکنم میتونه از ساختار و صورت و البته محتوای این اثر خیلی بیاموزه. دومی که با خوندن این اثر جستار متوجه میشیم تا چه اندازه آشنایی با آثار کلاسیک زبان فارسی در نگاشتن سریع و جذاب موثره. با نویسنده‌ای در این جستار روبروییم که بار واژگانی زیادی از آثار کلاسیک زبان فارسی رو با خودش همراه کرده و با ساختار نثر کلاسیک زبان فارسی به خوبی آشناست. سوم این که ارائه تصویری زمینی و دور از تعارف‌های مرسوم از نیما در این جستار بسیار چشمگیره. این جستار در میانه جستارهای فرمایشی و تعارفی بسیاری که در زبان فارسی وجود داره حقیقتا اگر بی‌نظیر نباشه کم نظیره. چهارم این که در این اثر برخی از تصفیه حساب‌های شخصی
بحثی جلال با برخی چون پرویز خانلری هم به چشم میخوره. خانلری با این همه در هنگامه خواندن این اصلا این حس به من دست نداد که آل احمد یک سویه و غیر منصفانه کسی رو زیر تیغ نقد خود قرار بده. این نکته هم از مزایای این اثره، به خصوص اون که بسیاری از روشنفکران و نویسندگان شاملو، علی دشتی، صادق هدایت، ابراهیم گلستان، احسان طبری و احمد فردی در این اثر از اونها سخن به میان اومده. پنجم، تنها نقطه ضعفی که پس از خوندن این اثر درخشان به ذهنم رسید تکیه و تاکید بسیار بر رویات و سبک زندگی و شرایط خانوادگی نیما و غفلت از پیوند زدن این شرایط با شعرهای برجسته اوست. هرچند به برخی از این اشعار نیما هم در این اثر اشاره رفته. اگر به جستار مردی که خلاصه خود بود محمد قائد توجه کنیم که همونجور که گفتم بسیار تحت تاثیر پیرمرد چشم ما بوده جلاله، این نسبت و رو بهتر و بیشتر میفهمیم. من این جستار قائد رو در یکی از جلسه های آتی مژده کتاب به بحث خواهم گذاشت. ششم و آخر این که خواندن مجدد این اثر باز و باز مرا به این جمله خود نیما انداخت، مرا به یاد این جمله خود نیما انداخت: در این جهان برای به دست آوردن چیزکی کوچک همه ما باید چیزهایی رو فدا کنیم. با کار جلال ما متوجه میشویم که نیما خودش البته هم روابط اجتماعی، هم خانواده و هم بسیاری چیزهای دیگر را فدای بنا نهادن یک جریان جدید در شعر پارسی کرده است. این به نظرم درس انسانشناسی بزرگیه که این جستار نه صراحتاً بلکه به صورت تلویحی و در بین سطور به ما بازگو میکنه، اشاره میکنه به نیما چه چیزهای زیادی رو فدا کرده تا این تحول مهم در شعر معاصر رو به وجود بیاره. به تعبیر دیگه یکی از مهمترین مصادیق این جمله نیما خودشه. به نظر من اگر این اثر فقط همین نکته رو توانسته باشه به ما منتقل کنه که تصور میکنم توانسته این کار رو بکنه، کار خودش رو به خوبی انجام داده. این نکته اینه که در این جهانی که ما زندگی میکنیم ما آدمیان باید چیزهای بسیاری رو فدا کنیم تا چیزکی کوچک را به دست بیاریم. ممنونم محمد رضای عزیز و ممنونم از همه به خاطر این که حوصله به خرج دادن و گوش کردن به آنچه من گفتم. حسین جان خیلی ممنون. امروز یکی از اون روزهایی بود که یا یکی از اون نشست‌هایی بود که معرفی شما برای خود من به عنوان شنونده یک لذت دوچندان داشت. ما میتونیم به یک اندیشمند یا یک روشنفکر معاصر، تاکید میکنم معاصر چون اندیشمندان گذشته ما یا کلاسیک حجم آثارشون بسیار زیاده و در یک قالب خاص هست، ولی به اندیشمندان معاصر میتونیم به طور کلی بپردازیم، یک سیر از زندگی و آثارشون رو بررسی بکنیم. ولی این که شما هر کدام از این عزیزانی که در داخل کشور و حتی اونهایی که بیرون بودن به صرف یک اثر، یک مقاله، یا که بیشتر شما البته مقاله معرفی میکنید یا به قول خودتون جستار معرفی میکنید و داستانگونه میگی، این یک دید شاید خیلی قشنگتری میده، چون که ما خیلی مشخص به یک موضوع خاصی که اون صاحب اثر فکر میکرده و راجبش تحقیق کرده و دست به قلم شده به شکل تحلیلی برخورد میکنیم. امروز برای من دوچندان بود، به خاطر اینکه شما هم جلال رو گفتید، هم در مقاله‌ای رو مد نظر شما بود که به نیما هم اشاره کرد و در واقع درسته که به نیما نپرداختید ولی دو اندیشمند معاصر رو امروز یاد کردید با یک اثر خاص. خیلی ممنونم از شما و ما برای نشست‌های بعدی منتظریم ببینیم که چه مقاله‌ای از چه اندیشمندی رو انتخاب خواهید کرد. بکنم طبق روال هفته آینده رو ما به یک نفر بیرون از کشورمون شما میپردازیم. من سلام میکنم به دوستانی که امروز به جمع ما اضافه شدن و همینطور آیه اشواق که ما جلسه پیش سعادت کنارشون بودن رو نداشتیم. عید رو هم تبریک میگم
و سلام میکنم مجددا خدمت جناب آقای کمالی و دعوت میکنم که تحفه امروزشون رو و چیزی که به عنوان مژده برای مژده کتاب امروز آورده‌اند رو بفرمایید. ما شنوای شما هستیم. خیلی تشکر میکنم و سپاسگزاری میکنم خدمت همه عزیزانی هم که در تالار تشریف دارند. سلام عرض میکنم و ادای احترام میکنم. به نشست 19 مژده کتاب رسیدیم و امروز جمع ما کوچکتر از اوقات دیگر است و این خودش نشانه خوبی است، برای اینکه افراد جدی و جدیتر احیانا خواهان شنیدن بحث درباره کتاب هستند و حرفهای از هر دری سخنی خب جای دیگر و البته متاعی است که بی مشتری هم نیست. من یه خواهشی که از جناب آقای کاروان دارم به عنوان مدیر جلسه این است که اگر ممکن است نظرات و بازخوردی از حاضران عزیز بگیرد و بپرسیم که چه وقت خود عزیزانی که حاضر هستند، به خصوص الان که عده کمتر شده، مایلند صحبتی بکنند، وارد گفتگو بشیم همونطور که از ابتدا خواسته ما بود و همینطور چه پیشنهاداتی دارند، چه نوع کتاب‌هایی، چه کتاب‌های خاصی خودشون دوست دارند معرفی بفرمایند یا در اینجا معرفی بشه دوست دارند و کلاً یک گفتگو باشد نه فقط گفت. امروز به معرفی مختصر یک کتاب کلاسیک خواهم پرداخت که از انتشار اون بیش از 150 سال اینها میگذرد، بیش از 160 سال میگذرد، اما همچنان یکی از آثار بنیادین تاریخ و تاریخ نگاری و از مراجع اصلی است که خواندن و بازخواندن اون برای هر کس دانش تاریخ و فن تاریخ نگاری جدید رو چنان که شایسته است جدی بگیره حتما ضرورت داره. عنوان این کتاب تمدن ایتالیای عصر رنسانس است که ترجمه انگلیسیش این است که The Civilization of the Renaissance in Italy. اصل کتاب رو مورخ فرهنگی نامدار یاکوب بورکهارت زاده 1818 و در گذشته 1897 که استاد تاریخ دانشگاه بازل سوئیس بود، در سال 1860 به زبان آلمانی منتشر کرد. نام شهر بازل رو اون دسته از پیشینیان ما در 100 و چند سال اخیر که بیشتر با زبان فرانسه آشنایی داشتند به نام فرانسوی این شهر یعنی بال می‌خواندند، گاه بالوا. مثلا در نوشته‌های مرحوم دهخدا که مدتی در سوئیس بود و دیگران. نمیدونم این کتاب بسیار مهم بورکارت تمدن ایتالیای عصر رنسانس به فارسی آیا ترجمه شده یا نه. کتاب مفصلی است، بیش از 500 صفحه، به آلمانی و فرانسه و انگلیسی البته ترجمه و بارها پس از بارها منتشر شده. کتاب کلاسیکی است و همچنان که گفته شد خوندن اون برای دوستداران تاریخ و تاریخ نگاری، به خصوص کسانی که اهل تخصص در این موضوعات باشند، حتما ضروری است. در تاریخ نگاری به طور کلی و در نگارش تاریخ اندیشه به طور خاص مرسوم است که دوره ای رو از دوره‌های پیش و پس از اون متمایز می‌کنند و به اون مثلا یا عنوان دوران زرین می‌دهند یا دوران انحطاط یا دوران گذار. گاه از نقاط عطف تاریخ یا نقاط عطف در تاریخ سخن می‌رود. عصر رنسانس یا دوره رنسانس از جمله دوران‌هایی است که بسیاری، نه فقط بعضی از تاریخ‌دانان حرفه‌ای معاصر، بلکه بسیاری از تاریخ دوستان، تاریخ آگاهان که متخصص در تاریخ نیستند اما تاریخ دوست دارند، اون رو نقطه عطف تاریخ می‌شمارند. اون هم اغلب نقطه عطف به سوی بالا. البته کسانی هم هستند که اون رو طور دیگری می‌بینند، اما یعنی نقطه عطفی که لزوماً رو به بالا نیست. این هم از جمله در کشور ما قائلانی دارند. گفتند که تعبیر رنسانس رو مورخ فرانسوی ژول میشله زاده 1798 و در گذشته 1874 به اصطلاح ضرب کرده و این در سال 1858
2 سال پیش از انتشار کتاب بورکارت بوده. اما تلقی موجود از عصر رنسانس به منزله و مثابه نقطه عطف تاریخی از همین کتاب کلاسیک بورکارت گرفته شده است. فضای فکری اروپا ظاهراً در اون هنگام، یعنی در میانه‌های سده 19 مقتضی بازنگری و بازاندیشی گذشته فرهنگی و سیاسی اروپا بوده است و همچنان که از فیلسوف تاریخ و اندیشمند سده 20 بندتو کروچه آموخته ایم و شنیده ایم، همه تاریخ معاصر است و این نکته مهمی است و از جمله نگاهی که بورکارت و مثل او میشله به تاریخ گذشته داشتند متناسب و برآمده از پرسش‌های زمانه خودشان بود. مثلا میشله با قرون وسطا اصلا میانه نداشت و اون رو دوران تاریکی، دوران عقب افتادگی، دوران اقتدار کلیسا، دوران عرض کنم که ضعف آزادی و غیره می شمرد. و بورکارت هم در بعضی از این ایده ها همراه و همدل بود و مهم این است که همچنان که گفتند و همچنان هم برجستگان تاریخ نگاری میگویند بسیاریشون، تلقی ما از رنسانس آفریده بورکارت است. این حرف کوچکی نیست. بورکارت بود که مهابت تازگی هنر و نوآوری ها و نوجویی های هنری در ایتالیای عصر رنسانس رو، یعنی عصری که او عصر رنسانس میخواند، از دل خفتگی ها و خرابی ها برآمده میدانست و این برجستگی و برآمدگی و این مهابت رو بازنمایی و توصیف و تبیین میکرد. این رو باید بگم که کتاب بورکارت آغاز کننده تاریخ نگاری هنر به معنای جدید اون هم شمرده میشه. نه فقط تاریخ نگاری هنری، بلکه تاریخ نگاری فرهنگی تا اندازه زیادی همواره به این کتاب ارجاع میده و بر میگرده. دوران مهمی است دوران نگارش این کتاب که اگر گفتگویی با دوستان عزیز پیش آمد ممکن است بیشتر هم بشه توضیح داد درباره اون. این کتاب که عرض کردم بیش از 500 صفحه داره، در 6 قسمت تنظیم شده است. بخش اول حکومت به مثابه اثر هنری، قسمت دوم برآمدن فردانیت لغتی است که در فارسی برای ظاهراً individuality گذاشتند. اسم عنوان در ترجمه انگلیسی کتاب هست، اسم عنوان این بخش هست The Development of the Individual. قسمت سوم احیای عهد باستان. قسمت چهارم کشف جهان و کشف انسان. قسمت پنجم جامعه و جشن‌های آن. قسمت ششم اخلاق و دین. همچنان که دفعه پیشم عرض کردم و اشاره هم به این کتاب کردم، زمان من در اینجا محدود هست و همه وقت رو نمیتوانم استفاده کنم و در ضمن اون تمام فصل‌های کتاب رو معرفی کنم. اما یک نکته رو باید حتما بگم و اون این است که بورکارت از نگاه سیاست به امر هنری می‌نگرد و این شاید مهم باشه. الان در این باره توضیح بیشتر خواهم داد. ماکیاولی در همین سده 15 تلقی جدیدی از حکومت رو عرضه کرد. بورکارت با رجوع به اون تلقی از حکومت به جهان هنر می‌نگرد. جهان سیاستی که در اون درستی و راستی فرع بر مصلحت است. یک نکته، پیشرفت مرجح بر شاید بعضی فضائل است یا فضیلت هاست و اینها رو بورکارت
میگوید که این ارزش ها در اینکه میگم از چشم ماکیاول به عالم هنر نگاه میکنه، اینها رو به هنر تسری میده و هنر رو یک فراورده فردی میشمارد، حکومت رو یک امر خودمحور و خودستا و اقتدار و مقتدرانه معرفی میکند. توجه میفرمایید این توجه به اقتدار در فکر بورکارت هم هست و برآمدن فردانیت را فرد رو هم به همین عصر رنسانس مربوط میکند و حرفهای دیگری درباره کشف انسان، کشف جهان و دیگر مسائل میزند که من فرصت ندارم وارد اون بشم. فقط اشاره میکنم که همچنان که تا نیمه های سده 20 میلادی، شاید تا دهه 1960 همچنان رنسانس مقدمه و پیش درآمد مدرنیته و سرآغاز مدرنیته شمرده میشد، امروز دیگر در عین اینکه این کتاب کلاسیک شمرده می شود، این تلقی مقبولی نیست و نگاه کردن به حکومت به عنوان پدیده هنری، نگاه کردن به هنر به عنوان بیان منویات شخصی و مسئله فردانیت به عنوان امتیاز اصلی عصر جدید، همه اینها در تاریخ نگاری مورد پرسش قرار گرفته است و همچنین اصولاً دوره‌ای به نام دوره رنسانس دوره‌ای است که در نظر تاریخ نگاران حرفه‌ای معاصر چندان به معنایی که نزد بورکارت میابیم دیگه محل تمرکز و به عنوان نقطه عطف تاریخ نیست. من سخنم رو اینجا تمام میکنم. خیلی متشکرم. ممنونم از شما جناب آقای کمالی. فرمودید که نمیدانم این کتاب به فارسی ترجمه شده یا خیر. این کتاب البته الان من سال انتشارش رو هم نگاه کردم، 1389، یعنی حدود 14 سال هست که به همت و ترجمه آقای محمد حسن لطفی در بازار کتاب فارسی زبان هم قابل دسترس هست و خیلی متشکرم. یاد استاد لطفی به خیر، چه استاد ارزنده و بزرگی بودند و خدمات فرهنگی درخشانی کردند و این هم لابد یکیش. خیلی ممنون از محبتتون. ممنون که به تفصیل به معرفی این کتاب پرداختید، همینطور ببخشید به تاثیرگذاری این کتاب و تعریف اون در تاریخ هنر. این که فرمودید تاریخ هنر معاصر و مدرن در واقع با این کتاب آغاز میشه. خیلی ممنونم جناب آقای کمالی. میدونم ممکنه که چون حالا من دیشب هم خواستیم با شما تماس بگیریم و ناخوش احوال بودید، امیدوارم که رفع کسالت شده باشه. ممنون که آمدید و به معرفی کتاب پرداختید و امیدواریم که کتاب‌های خیلی مفصل و بهتری رو، همینطور که شما گفتید، منظور من بهتر یعنی به نقد بیشتر و قابل بحث‌تر از طرف دوستانی که در جلسه شرکت میکنن داشته باشیم. شما فرمودید که بهتره که بپرسیم و نظر بخواهیم. همیشه این علامت دست در تمام جلسات ما باز هست، یعنی دوستان میتونن خیلی آزادانه، ما بدون اینکه محدودیت وقتی هم گذاشته باشیم، تا پایان جلسه علامت دست باز هست و قطعا از نظرات هم استقبال میکنیم و خیلی خوشحال میشیم که به غیر از حالا جمع ثابتی که شما هستید، حسین جان هست، آقای دباغ هست، دوستان دیگه هم به جمع ما بپیوندن که البته آمدن در بعضی از جلسات و باز هم حضورشون رو داشته باشیم. و البته من هم باز تکرار میکنم که تمام نظراتی که برای پیشبرد این بحث، منظور من بحث پیرامون آثار علوم انسانیه، قطعا برای ما راهگشاست و استقبال میکنم. سلامم میکنم و تبریک و شاد باشه عید میگم به آقای عارف خرمشاهی که در جلسه پیش هم حضور نداشتن و ممنون که امروز تشریف آوردید. من سلام دوباره دارم خدمت جناب آقای اشفاق
و خوشحالیم که امروز کنار ما هستن و ما شنوای شما هستیم. بفرمایید آقایشون. سلام و عرض ادب دارم خدمت اساتید و سروران حاضر در گروه. همچنین تبریک سال نو، تبریک دیر هنگام سال نو خدمت همه دوستان و بزرگواران. کتابی که من برای این نوبت انتخاب کردم و البته یادی بکنیم از مرحوم علی رضاقلی، عنوانش هست پوینده مردی و زمانه علی رضاقلی. مصاحبه است که 2 نفر از اهل فکر و اهل علم با ایشون انجام دادن. این کتاب را انتشارات نهادگرا در 438 صفحه تقریبا اواخر سال پیش منتشر کرد، قبل از فوت ایشون. کتاب پوینده مردی به راه یک مصاحبه و یک تقریبا سرگذشتنامه مفصلی است از دوران کودکی تا زمانی که ایشون تقریبا بازنشسته میشن و مشغول کارهای فکری و پژوهشی هستن. برای خود من این کتاب بسیار بسیار ارزشمند بود و واجد نکات و درس‌ها و پندها و عبرت‌های واقعاً ارزشمند و گرانسنگی بود. کتاب از دوران کودکی ایشون در بلحک شروع کرده، از دانشگاه تهران، از زمانی که ایشون ماشینداری می‌کردن، راننده کامیون بودن، تا زمانی که وارد حوزه ایران شناسی میشن. بعد وارد دوران سربازی میشن. در دوران سربازی ایشون تلاطمات و تجربیاتی داشتن. بعد در یک جایی به نام کوره پسخانه ایشون مشغول کار میشند. سپس دست حوادث و علایق شخصی این مرحوم ایشون رو میبره به سمت وادی کفتربازی که عنوانی که برای این کتاب در نظر، این فصل در نظر گرفته شده، کفترباز استاد ایران شناس. سپس پیش از انقلاب ایران ایشون میرن به فرانسه، مدتی اونجا هستن، مشغول تحصیل جامعه شناسی میشن در دانشگاه سوربن. بر اثر تحولات و مسائل ایران کشیده میشن به نفل و شاتو و جزو اطرافیان آقای خمینی قرار میگیرن و در اونجا هم همچنان اون درگیری ها و تلاطمات فکری و نظری خودشون رو در این کتاب مطرح میکنن. پس از انقلاب وارد حوزه مدیریت میشن در پاوه، در قسمت سونی نشین ایران. ایشون چند صباحی مدیریتی به دست میگیرن و سیر اون مسائل و مشکلاتی رو که انقلاب ایران در اون زمان باهاش دست و پنجه نرم میکرد مطرح میکنن. در مدیریت‌های دولتی ایشون 2-3 سمت داشتن، در وزارت نفت، در مرکز تحقیقات پست. هر کدوم به هر حال از خودشون رد پایی به جا میگذارن و خب در همین زمانهایی که شما این کتاب را میخونید میبینید که این مرحوم دغدغه ها و نقطه نظرات اعتراضی و حتی پژوهشی خودش را نسبت به وضعیت ایران، نسبت به اون ساختارهایی که ما همیشه باهاش، ساختارهای معیوبی که باهاش مواجه بودیم، بیان میکنه. و فصل آخر هم در ژرفای اندیشه ورزی است که ایشون مطرح میکنن که من چطوری وارد حوزه، به طور جدی وارد اندیشه شدم و از تمام اون مناصب و بخشای دولتی اومدم بیرون. و البته اشاره میکنن که دشمنی ها و مخالفت ها با من کم نبود و در این راستا من تصمیم گرفتم که به حوزه و علایق قبلی خودم که همون اندیشه ورزی است برگردم. خب ایشون توی این بحث اندیشه ورزی خیلی خیلی نکات جالبی رو مطرح میکنن. عرض میکنم این کتاب به نظر من یکی از بهترین و خواندنی ترین آثاری است که در حوزه مطالعات ایران و تاریخ ایران و کسانی که واقعا دغدغه فکر و جامعه و سیاست و اقتصاد ایران را دارند خواندنی است. من با توجه به اینکه فرصت کم هست
تأکیداتی که ایشون در مباحث اندیشه داشتن رو خیلی به صورت گذرا و به اختصار مطرح میکنن. ایشون در درجه اول در این کتاب خیلی بر روش شناسی و متدولوژی تأکید داشتن و معتقدن که ما میتونیم روش رو از هر جایی اخذ بکنیم، اما مسئله و پرابلم ما باید داخلی باشه و از داخل ایران ما باید مسئله خودمون رو در بیاریم و طرح بکنیم. دو، تأکیدی که ایشون بر تاریخ ایران و به خصوص آثاری مانند شاهنامه، گلستان سعدی، تاریخ بیهقی و جامع التواریخ داشتن، خیلی خیلی برای من دانش آموزی که واقعا از خواندن این کتاب لذت بردم و به روح این مرحوم درود فرستادم که چه مسیر پرفراز و نشیبی را طی کردن و از کجا به کجا رسیدن. خیلی خواندنی بود. و سه، نگاه کردن از منظر شخصیتی مثل داگلاس نورس. خب ایشون برای داگلاس نورس خیلی هم احترام و اهمیت فراوان قائلن و همین که از منظر اون بحث نهادگرایی به مباحث ایران نظر میکنن و خلاصه کتاب بسیار خواندنی بود. حالا اگر از من بپرسید مهمترین درس و نکته‌ای که من از این کتاب گرفتم چی بود، این بود که از این دست شخصیت‌ها در تاریخ معاصر ایران خیلی کم داریم ما. کسی که در وضعیت نچندان مالی مناسبی به قول خود ایشون در کف هرم اجتماعی که بودن، در اون هرم پایین اجتماعی در قلهک زندگی می‌کردن، با مسائل و مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کردن، درس نمی‌خوندن، فراری بودن از مدرسه، خیلی روحیه بیقرار و عصیانگری داشتن و بعد بر اثر حوادث و تحولات روزگار هم باید معاش خانواده رو تأمین می‌کردن، هم باید تحقیق می‌کردن، هم دل در گرو اندیشه داشتن، هم دل در گرو تاریخ داشتن، هم مسائل مختلف بسیاری ایشون را به ساحت‌های گوناگون برد و خب به هر حال الان وقتی شما پس از پایان این کتاب با یک آدمی مواجه هستید که به یک معنا من میتونم در یک عبارت بگم که یک شخصیت و یک کاراکتر اصیلی داره که تمام این حوزه ها و تمام این ساحت ها را چشیده، دست و پنجه نرم کرده و از دور دستی بر آتش نداره. عرایض بنده تمام شد. خیلی متشکرم آقای اشفاق، خیلی ممنون که اشاره کردید به آقای علیرضا قلی. ایشون برای خود من هم یکی از نویسندگان قابل احترام و میتونم بگم در زندگی شخصی من هم کتاب جامعه شناسی نخبه کشی و هم خودکامگی در شکل دادن افکار من به آینده ایران از نظر یک فرد داخل جامعه بسیار مؤثر بود. یک فیلم، شما اشاره کردید به خلق و خوی ایشون، یک فیلمی هست در یوتیوب آقای علی دهباشی یک بزرگداشتی برای آقای رضا قلی میگیرند و جالبه که یک بخش کسانی که توی اون یوتیوب و فکر کنم آپارات هم هست که میتونین دوستان دسترسی پیدا بکنن، بخشی از مهمان ها جماعت کف دربازن که دعوت میکنه آقای دهباشی و ایشون اصلا صحبتش رو با این داستان شروع میکنه. بسیار دلنشینه، بسیار پندآموزه که ایشون راجع به زندگی خودش هم صحبت میکنه اونجا و واقعا جای ایشون خالی شد. جزو نویسندگانی بود که وقتی از دنیا رفت که به تازگی همیشون فوت کردن، واقعا دل خیلی ها به درد آمد. یادشون گرامی و ممنون از شما که یاد کردید از این نویسنده اصیل و دلسوز و مردمی و بهتر بگیم محقق. من سلامم میکنم خدمت جناب آقای دباغ که به گرد میز آمدند و به جمع ما اضافه شدند. همینطور بزرگواران دیگری که در جمع هستند، حالا من بخوام یک اسم بیارم، بسیار اندهای مجاهدی تشریف دارن، سرکار خانم طهماسبی تشریف دارن و خب اگر که هر زمان که مایل هستن همینطور عزیزان دیگه به معرفی یک اثری بپردازند، ما واقعا استقبال میکنیم و خوشحال میشیم. در واقع این به اشتراک گذاشتن و دیدگاه ما نسبت به آثاری که میخونیم برای
برای سایرین میتونه بسیار راهگشا باشه. حرف من تکراریه ولی کلیه آثاری کتاب امروز هم در نشست‌های مژده کتاب معرفی شده در این فایل گوگل داک هست، دسترس به اضافه یه لینکی که مشخصاً به شما رو به فایل خرید یا حالا شنیدن اون اثر و همینطور بیوگرافی نویسندگانی که برای اون آثار هست راهنمایی میکنه. آیه خرمشاهی، من سلام دوباره دارم خدمت شما، مجدداً شاد باش میگم سال نو رو و خوشحالیم که امروز هم در کنار ما هستید و منتظریم که مژدگانی شما رو در این مژده کتاب بشنویم. بفرمایید ما شنوای شما. سلام و عرض جناب کاروان خدمت جناب استاد دکتر کمالی، همینجور خدمت برادر عزیزم جناب سروش دبا و آقای کاجی و همه عزیزان حاضر در جمع. خیلی ممنونم. منم نوروز باستانی رو به شما و شنوندگان تبریک میگم و بهترین آرزوها و آرزوی بهترین ها رو برای همه سروران ارجمندم دارم. من امروز تصمیم دارم که یه مقداری بیشتر مفصلتر و یکیش رو یه مقداری خلاصه تر کتاب‌هایی که در دست مطالعه دارم خدمت شنوندگان فرهیخته معرفی کنم. کتاب اول که البته امید دارم، من چک نکردم که ببینم آیا این کتاب‌ها قبلا در این برنامه معرفی شده یا نه، اما امید دارم که شانس با من یار باشه. کتاب یادها و دیدارها اثر جناب دکتر ایرج پارسی نژاد رو تصمیم دارم در موردش صحبت بکنم. این کتاب رو انتشارات فرهنگ نشر نو با همکاری نشر آسیم منتشر کرده و همین جناب آقای ببخشید جناب خرمشاهی، من صداتون رو قطع میکنم. نمیدونم که مشکل ارتباط هست یا صداتون خیلی آنالوگ میاد، انگار که با یک تلفن سیمدار صحبت میکنید که این سیم مرتبا داره قطع میشه، صداتون در لحظه قطع میشه. و آیا امکان هست که جابجا بشید از یه نقطه‌ای که دسترسی به اینترنت براتون بهتر بشه؟ بله من الان سعی میکنم. امید دارم که صدا بهتر شده باشه. آیا بهتر شد؟ کماکان همان داستانه. حالا ادامه بدید. صداتون واضح هست ولی یک مقدار شاید یک نویزه. ببخشید که صحبتتون رو قطع کردم. ادامه بدید. بفرمایید. خواهش میکنم. امید دارم که انشالله صدا مخاطبان رو اذیت نکنه. خدمتتون عرضم که این کتاب در واقع یک جور زندگی نامه فرهنگی می شود گفت، یک جور زندگی نامه فرهنگی خودنوشت هست و حدود 55 شخصیت ادبی معاصر ما که جناب دکتر پارسی نژاد با اینها آشنایی دور و نزدیک داشتن در این کتاب بهشون پرداخته شده. حکایت‌های آقای پارسی نژاد در مورد این شخصیت‌ها بسیار خواندنی است و آدم از حافظه شگفتشون لذت میبره که با چه دقت و با چه انصافی از شخصیت‌های بزرگی مثل نیما یوشیج، مثل محمد علی جمالزاده، مثل تقی‌زاده، مثل اخوان ثالث تا مجتبی مینوی و مرحوم زریاب خویی و عرضم به خدمت شما ایرج گرگین و سیروس تاهباز و آقای دهباشی. خاطرات ایشون معمولاً کوتاه هست و قبل از اینکه حوصله آدم از یه شخصیت، از پرداختن به یه شخصیت سر بیاد، معمولاً بین 3 تا 4 صفحه طول این خاطرات هست و نثر کتاب هم بسیار نثر دلنشین و از اون کتاب هایی است که به تعبیر پدرم خودش خوانده میشه، لازم نیست که آدم بخواندش و نثر بسیار سرراست و معیار و همه فهمی است و البته خب جناب دکتر پارسی نژاد
متخصص ادبیات فارسی هستند و نشان دهنده نثرشون هم نشان دهنده ذهن و ضمیر تیز و به اصطلاح نکته بین ایشان هست. اما کتاب دومی که دیگر این رو خیلی کوتاه بهش میپردازم چون هنوز خیلی از کتاب پیش نرفتم، کتابی هست به اسم پسر بچه 60 ساله که این هم در واقع یک جور زندگی نامه فرهنگی آقای حمید جبلی هست که 2 جلد اون تا کنون منتشر شده. صدای من میاد؟ الو؟ بله مسئله من تو اومدم میکروفون رو بس بکنم، مسئله صدایی اضافه هم حل شد. خب خدا رو شکر. بله این پسر بچه 60 ساله تا کنون 2 جلدش منتشر شده، انتشارات پریان در تهران منتشر کرده و تجربه چاپ‌های در همین مدت کوتاهی هم که به بازار کتاب آمده با استقبال خوب اهالی فرهنگ مواجه شده و اصولاً بچه‌های دهه 60 و ای بسا حتی دهه‌های دیگر با این زوج هنری حمید جبلی و ایرج طهماسب خاطرات خیلی زیادی دارن و مطمئن هستم که برای اون نسل مخصوصاً خواندن نثر زیبا و خودمانی و دلنشین جناب آقای جبلی خالی از فایده و لطف نباشه. من عرایضم رو طولانی نمی کنم چون قرار هم نبود که من صحبت بکنم، فقط رفع انجام امر دوستان رو کردم و از بقیه دوستان، از اطلاعات بقیه دوستان استفاده می کنم. خیلی ممنونم از اینکه این فرصت رو در اختیار من قرار دادید. ممنونم از شما جناب آقای خرمشاهی. کتابی هم که فرمودید نه پیشتر در این جمع معرفی نشده بود و ممنون که اینقدرم امروز به اختصار توضیح دادید. من منتظر بودم که چون شما فرمودید به 2 مطلب، من حتی منتظر بودم که چون چند مرتبه شما به داستان پرداختید و مطالب کوتاه، منتظر بودم که این رو هم بشنویم. به هر حال خیلی ممنونم از معرفی و حضورتون امروز و امیدوارم که در جلسات آتی هم ما رو همراهی بفرمایید. من از یکی از دوستان برای من نوشتند که عنوان کتاب، من فکر نمی کنم کتاب بود، عنوان کتابی که از آقای اشفاق معرفی کردن، آقای اشفاق یک مصاحبه ای رو در قالب یک کتاب فکر کنم معرفی کردن. من از خودشون خواهش میکنم یک مرتبه دیگه فقط عنوان رو بفرمایید. بله، عنوان کتاب هست پوینده مردی به راه، زندگی و زمانه علی رضا قلی، نشر نهادگرا. یک مصاحبه مفصلی است که ظرف 2-3 سال با این مرحوم انجام شده و در سایت نشر نهادگرا میتونید این کتاب رو تهیه کنید و حدود 438 صفحه است. ممنونم از شما جناب آقای دباغ. سلام دوباره خدمت شما و خیلی خوش آمدید. ما منتظریم که تحفه‌ای که برای این نشست آورده اید بشنویم و با ما به اشتراک بگذاریم. بفرمایید، ما شنوای شما هستیم. سلامت باشید محمد رضا جان. ممنونم از شما و با عرض سلام خدمت همه عزیزان حاضر در تالار، چه دوستانی که دور میزن، دکتر کاجی عزیز، دکتر کمالی عزیز، احسان جان و جناب خرمشاهی عزیز و خانم سعیده که الان دیدم و سایر دوستانی که در تالار هستند و با تبریک مجدد سال نو شمسی از این حیث که ممکن است باری از دوستانی که امروز در خدمتشون هستیم نوبت گذشته نبودن. عرض می شود که خب من دیر رسیدم و استفاده نکردم از سخنان دیگر عزیزان، از آنچه که جناب اشفاق احسان جان معرفی کردن و جناب خرمشاهی استفاده کردم. اتفاقا
چون نامی از مرحوم رضاقلی بردند و برده شد به نیکی، من 1-2 دقیقه راجع به ایشان سخن بگم و دینی که به اون بزرگوار روی در رقاب خاک کشیده داریم و بعد هم در راستای سلسله کتاب‌هایی که در جلسات پیشین معرفی کردم 2 اثر رو به اختصار معرفی میکنم. مرحوم رضاقلی خب همه عزیزان میشناسند و خصوصا با 2 اثری که راجع به جامعه شناسی نخبه کشی با این کتابیشان مشهور شد. من بنا داشتم که در سوگ ایشون مطلبی بنویسم که متاسفانه اشتغالات عدیده مانع شد. امیدوارم در 40م این قضا رو به جا بیاورم. به سبب آشنایی شخصی که با ایشان داشتم و در سفر و حضر با هم بودیم، بارها منزل ما آمده بودند و گفتگوهای مبسوط داشتیم. هم 2 نفری خدمتشون بودم، هم به اتفاق پدر بارها 3 نفری گفتگو کرده ایم و هم سفر در فشم بوده ایم و اون نکاتی که عزیزان میدانند، نوع نگاه ایشون به فرهنگ ایران زمین و اینکه به تعبیری که امروزه بیشتر شایع شده، قصه مدرنیته‌ای که باید بومی بشود یا به هر حال برخی از مؤلفه ها و مقومات سنت حکمی ادبی عرفانیمون رو باید برجسته کنیم و از اونها بهره‌مند بشویم. چیزی که حالا بعدها من دست کم بهش بیشتر رسیدم و در کارک‌هایی که اکنون میکنم هم همون نگاه و نگرش رو دارم. خدا رحمت کنه اون بزرگوار رو. من با دختر ایشان و دامادشون هم دوستی نزدیک دارم که انگلستان که درس میخوندم مسیحا اونجا جامعه شناسی میخواند، داماد ایشان هم در تاریخ درس میخواندن و به هر حال در دانشگاه تهران و بعد در انگلستان و اکنون هم مشغول به فعالیت در این حوزه ها هستن. حقیقتا ناراحت شدم با توجه به شخصیت ایشون، اون لوطیگری به تعبیری و اون بگید آیین فتوت در سنتمون که در سلوک و رفتار ایشان موج میزد و نکته سنجی ها و عرض می شود ملاحظاتی که داشت. خب از این در گذریم و من به اختصار یک کتاب رو در واقع معرفی می کنم و اثر دیگری از آن کتاب رو که به زبان فارسی منتشر شده است. طی جلسات 18گانه پیشین که همطور که محمد رضا جان اشاره کردن شاید من 2 نوبت غائب بودم، در 3 حوزه و با عنایت به حوزه کاری خودم آثاری رو معرفی کردم. در حوزه فلسفه پژوهی، روان پژوهی و دین پژوهی آثار متعددی رو معرفی کردم به اقتضای آنچه که خوانده‌ام و مفید میابم برای فارسی زبانان. در حوزه سلامت روان که هفته گذشته هم من کتاب رواقیگری فلسفه زیستن خردمندانه رو با نوشته جوناس سالزگبر با ترجمه سینا بوهیرایی معرفی کردم، در ادامه آنچه که تحت عناوین راهنمای فلسفی زیستن و همچنین روزگار رواقیگری معرفی کردم، امروز 2 اثر رو مایلم معرفی کنم که البته مستقیما در حوزه رواقی اندیشی نیست اما ارتباط وثیقی با قصه سلامت روان دارد و به تعبیر دیگر ارتباط وثیقی با فلسفیدن به مثابه شیوه زندگی. خاطرم هست در یکی از این جلسات که من کتاب پیر آدو رو معرفی کردم و همچنین در جلسه‌ای که به اتفاق به استاد محترم جناب آقای ملکیان 1-2 ماه پیش در فضای کلاب هاوس سخن میگفتیم هر دو راجع به نسبت فلسفه و زندگی که 4 نوع فلسفیدن رو اونقدر که میفهمم به نه حصر منطقی که به نحو استقرایی از یکدیگر تفکیک کردم. یکی تفلسف به مثابه یک رشته آکادمیک و تخصصی مانند دیگر رشته ها، دیگری تفلسف و فلسفیدنی که با انواع مغالطات و عقلانیت انتقادی و تفکر نقادانه عجین گشته و آثار متعددی در زبان فارسی و انگلیسی در این باب منتشر شده. سومی اگر فلسفیدن به مثابه دانش عمومی باشه مثل کارهایی که برایان مگی کرد،
همچنان که ما فیزیک داریم، دانشی که به هر حال به کار دانش عمومی ما میاد، آثاری که در این عرصه منتشر میشه نه به کار منتهیان و متخصصان و دانشجویان، این همین هم در عرصه فلسفه سر برآورده است. یکی از نمونه‌های شاخصش کارهای براین مگیه، چهارمی فلسفه به مثابه شیوه زندگی که خب در یونان باستان بوده و بعد دوباره اگر در عصر روشنگری و رنسانس به محاق رفت یا نهیب شد، دوباره در سده 20 و 21 به نیکی سر برآورده است و نوع رواقی اندیشی و رواقی زیستن یکی از آنهاست. کتابی که میخوام معرفی بکنم که اخیراً اون رو به پایان رساندم، کتاب فضیلت‌های اجتماعی به روایت مدرسه دوباتن که خب تداعی کننده نام آلن دوباتن است، فیلسوفی که دقیقاً تو همین فضا یعنی فلسفه و زندگی کار میکنه. آثار متعددی نوشته که به زبانهای مختلفی منتشر شده و توفیقی برای او و مخاطبانش فراهم آورده است. کتاب رو نشر کرگدن منتشر کرده با ترجمه یاسر پور اسماعیل که ترجمه روانی است. ایشان هم فلسفه پژوهند. روزگاری که من دانشگاه مفید قم درس میدادم یادم هست که دو ترمی دانش با من درس داشتن و خیلی خوشفکر و خوشقلم و کتاب رو هم که خواندم ترجمه نیکویی. خب در ادامه در واقع همین قصه به تعبیری در باب قدرشناسی، در باب فرزانگی، در باب دلنشینی، در باب همدلی، نکاتی که کاملا به زندگی روزمره معطوفه و بصیرت‌های حکمی در آن دیده میشه و به زندگی اینجا و اکنون ما برمیگرده. خب این نمونه است از مجموعه‌ای که به همت نشر کرگدن در حال انتشار است، مجموعه خوب زیستن که دبیر مجموعه دوست عزیز و قدیمی من آقای دکتر بابک عباسی هستند که مجموعه دبیری اون رو انجام میدهند و این 7مین اثر در این مجموعه که خواندنی است. من همین کتاب رو خواندم و میبینید که در همون معنای چهارم از تفلسف که گفتم میتوان اون رو گنجاند و قرار داد. به بهانه این اثر مایلم اثر دیگری رو که تا جایی که حافظم یاری میکنه، حالا محمد رضا جان میتوانن من رو تصحیح کنن، دیشب که نگاه میکردم و یادداشت خودم رو تا کنون اینجا اون رو معرفی نکردم از همین نویسنده که اون هم انصافا اثر خواندنی است. خب قدمت بیشتری داره، شهرت بیشتری داره. کتاب تسلی بخشی های فلسفه نوشته آلن دوباتن با ترجمه عرفان ثابتی. کتاب از اقبالی هم برخوردار بوده داخل کشور. من نگاه میکردم چاپ 22 آن رو، نسخه‌ای که الان پیشی روی من هست و به لطف دوستی دستم رسیده، چاپ 22 و جالبه که این چاپ هم چند هزار نسخه بوده است. نشان میده که چقدر به این مباحث اقبال شده است. انتشارات اوقنوس اون رو کار منتشر کرده و خب باز هم اینجا آلن دوباتن که کتاب رو 2000 نوشته، 22 سال پیش مسائل انضمامی رو در کار آورده است و خب وام کرده آثار فیلسوفانی رو از سقراط گرفته تا شوپنهاور و نیچه که به نزد او با زندگی و تجربه زیسته ما از جمله چگونگی مواجهه با ناکامی، چگونگی مواجهه با عدم محبوبیت، چگونگی مواجهه با قلب شکسته، چگونگی مواجهه با سختی ها در فصول ششگانه کتاب با نقوش متعددی که اثر داره به بحث گذاشته است. و جالبه که من این کتاب رو سالها پیش دیده بودم، اما اخیراً که دوباره میخواندم این اثر رو، خب با عنایت به این که در حوزه روانپژوهی هم مشغول به کار و بار هستم، دیدم که پاره‌ای از عرض بفرمایید که مقولاتی مثل اضطراب یا افسردگی و دیگر اموری که دقیقاً در حوزه سلامت روان به اونها پرداخته شده است رو در قصه فلسفه و زندگی به این معنا آلن دوباتن بهش پرداخته و توضیحات نیکویی هم داده. استشهاداتش من لذت بردم، بخشی که استفاده کرده از شوپنهاور، همچنین استفاده که از نیچه کرده در تسلی بخشی در مواجهه با سختی ها. سقراط هم استفاده های نیکویی کرده است در بحث از عرض می شود که مواجهه
با عدم محبوبیت و توضیحی که زندگی او رو داده است. به هر حال من خلاصه کنم عرایزم رو، این ژانری که هم تا جایی که من میدانم در این سوی کره خاکی و هم در داخل کشور ما دومی رو که تقریبا مطمئنم در 2 دهه اخیر اقبالی بهش شده، خصوصا در سالیان اخیر، متعلق به شق 4 فلسفیدن است که به نزد من امر نیکویی که داخل کشور در حال رشد یافتن است و آثاری که ترجمه های نیکویی پیدا می کنند و به کار مخاطبان می آیند. ما هم می کوشیم، شخصا خودم را عرض می کنم، به قدر وسع آثاری که فکر می کنم کمک می کنند و به فرهیختگی مخاطب، به خرسندی، حالا یا بگید خوب زیستن، هرچه که شما ویل بینگ یا هپینس رو ترجمه کنید، شادکامی، زیستن خوب یا به تعبیر من خرسندی، همه اینها کمک میکنه اینها رو معرفی کنیم و در بحث و گفتگو راجع به آنها در این جلسات هفتگی بکوشیم. من 2 نوبت قبل بود که کتاب معجزه توجه آگاهی رو از راهب بودایی تیک نات هان با ترجمه مرتضی کشمیری و پیوند جلالی معرفی کردم و به نوعی آنچه که امروز آوردم هم در ادامه آن است و همچنان در ادامه کتاب رواقیگری فلسفه زیستن خردمندانه که نوبت پیش معرفی کردم. عرض بنده تمام. ممنونم محمد رضا جان و میشنوم سخنان سایر عزیزان. خیلی متشکرم آقای دباغ. هم این که از آقای رضا قلی یاد کردید مجددا و هم این که کتابی که معرفی کردید فقط شما فرمودید نه این کتاب معرفی نشده بود، ما فقط از آلن دوباتن فکر کنم که آقای کاجی کتاب چگونه پروست زندگی شما رو تغییر میده یا دگرگون میکند معرفی شده و به اون پرداختن. این اثر معرفی نشده بود. خیلی ممنون که امروز حضور داشتید و به معرفی این اثر پرداختید. من نمیدونم، یکی از دوستان باز برای ما نوشتن که کتاب رو میشه مجددا بفرمایید. من منظورشون نفهمیدم کدوم کتاب، ولی کلیه کتاب هایی که در تمام نشست های مجده کتاب بررسی میشه و معرفی میشه در فایل گوگل داک قرار خواهد گرفت. من سلام میکنم خدمت سرکار خانم معصومی و خوش آمد میگم که به گرد میز آمدن و ما منتظریم که اثر یا آثاری که برای مجده کتاب در نظر گرفتید رو با ما به اشتراک بگذارید. بفرمایید، ما شنوای شما هستیم. منم سلام عرض میکنم و وقت بخیر میگم خدمت اساتید ارجمند. راستش من نمیخوام کتابی معرفی کنم، یه سوال یا درخواست داشتم، نمیدونم میتونم مطرح کنم یا نه. حتما بفرمایید. من میخواستم حالا اساتید، من جلسات شما رو کمابیش بودم، نمیگم همش رو بودم ولی بعضیاش رو بودم یا از روی گوگل داک هم نگاه میکردم. این کتاب هایی که معرفی میشد رو خیلی هم خوب بود و خیلی واقعا استفاده کردم. اما سوالی که برای من مطرح هست اینه که حالا چرا اصلا انگار جای کتاب های کلاسیک کمرنگ هست یا خالیه؟ انگار کارکرد این جلسات فقط برای انگار یه جوری معرفی کتاب‌های جدیده، یعنی کتاب‌هایی که شناخته شده هستند ولی الزاما به این معنی نیست که افراد زیاد خوندنشون ولی اسمشون رو همه بلدن. اینا کمتر راجبش صحبت میشه، خیلی حالا شاید اسمشون نشه بگی معرفی، اما خب اساتیدی که اینجا هستن خب یه نوع اتوریته دارن دیگه، یعنی کتاب‌هایی که معرفی میکنن، مثلا کتابی که جناب دکتر دباغ معرفی میکنن، خب
همین که ایشون معرفی میکنن خب مخاطب میگه خب حتما یه چیزی تو این کتاب هستش، من برم دنبالش. ولی من الان من بیام کتابی که الان دارم میخونم رو معرفی کنم، خب یه چیز شخصیه، میگم خب این علاقه منه، خب برای چی بیام حالا شیر کنم با دیگران به اشتراک بذارم. خب ولی این از این جهت این تفاوت هست. حالا چیزی که من درخواست داشتم این بودش که یه ذره حالا یه معرفی یا یه راهنمایی تکنیکال میخواستم، از این جهت که خب چقدر در واقع بخوایم یه برنامه منسجم داشته باشیم در یه حوزه مطالعاتی، فرض کنید در فلسفه به طور مشخص، اینکه آثار کلاسیک رو چقدر باید، یعنی چه تعادلی، چگونه میتونیم تعادل برقرار کنیم بین آثار کلاسیک و آثار جدید و چطور مدیریت کنیم این رو و یعنی وقتی میخوایم انتخاب کنیم چه کتاب‌هایی رو انتخاب کنیم. یه خورده من اگر امکانش هست دوست داشتم یه خورده راهنمایی این شکلی حالا اساتید مطرح کنن، چون که بیشتر کتابایی که میبینم معرفی میشه یه کتابایی هستن که در زمینه حالا یا جامعه شناسی هستن یا روانشناسی، یعنی در مخاطب در واقع یه جوری همون کاربرد حالا برای ویل بینگ یا همچین چیزی دارن، یعنی با این نگاه معرفی میشن، انگار که روی کرده اتاقتون اینطوری هستش و یا اینکه به یه نوعی جالب هستن، جدید هستن، یه همچین حالتهایی داره. اما من دوست داشتم که حالا اگر روم اقتضا میکنه، یعنی خیلی منحرف نمیشه از اون در واقع کار کرده اصلیش، در این موردم حالا یکم راهنمایی بفرمایید. ممنون میشم. من ممنونم که آمدید نظرتون رو گفتید، ولی من نمیدونم که شما این که فرمودید که فایل گوگل داک رو دیدید، چون دقیقاً میتونم بگم یک جوری نقض صحبت شماست، چون که اول که راجع به کتاب‌های کلاسیک بسیاری از کتاب‌ها، یعنی من میتونم بگم کتاب‌هایی که کلاسیک معرفی شده خیلی بیشتر بوده، مخصوصاً آقای کمالی مثلا کتاب‌هایی که معرفی میکنن یا کردن غالباً کتاب‌های کلاسیک و عموماً بسیار کلاسیکه. خود آقای کاجی با اینکه به مقالات میپردازن، اندیشمندان امروز رو خیلی از مقالاتشون یاد کردن، ولی مقالات کلاسیک بودن، مقالات پایه بودن. حالا من میتونم مثال بزنم، من فکر کنم آرون بک جلسه دوم یا اول بود اصلا با این مقاله کلاسیک پایه شروع شد، معرفی ایشون بود. در مورد این که فرمودید که البته من پاسخم رو میگم، حالا بعداً اگر آقای کمالی، کاجی و حالا دوستان دیگه مایل بودن بفرمایند، این که سیر مطالعاتی یا یک برنامه مشخص بگیم، میتونم عرض بکنم که چندین بار این اتفاق افتاده، در هر جلسه قطعا نیست ولی چندین بار. مثال بزنم راجع به یک مرتبه آقای کمالی یک سیر مطالعاتی کامل از کتاب‌های بسیار کلاسیک، بسیار منظور من زمان دورتر هست، تا کتاب‌های معاصر راجع به فلسفه علم گفتن. یک بار آیه میردامادی یک سیر مطالعاتی کامل راجع به فلسفه دین معرفی کردن، یعنی از کتاب‌های کلاسیک و خیلی دورتر تا کتاب‌های امروز یک مجموعه. من فکر کنم آقای کمالی تا حالا چندین مرتبه این کارو کردن، آقای میردامادی یک بار این کارو کردن و این اتفاق چندین بار افتاده. قطعا هر جلسه بخوایم این رو بگذاریم خارج از حوصله میشه. و مطلب بعدی این که فرمودید کتاب‌هایی که بیشتر مربوط به ویل بینگ هست، نه، من میتونم باز بگم که مثلا اگه آقای دباغ کتاب‌هایی در زمینه روانشناسی و خودشناسی بیشتر معرفی میکنن، دوستان دیگه در زمینه‌های دیگه معرفی میکنن. یعنی شاید میتونم بگم که نگاهی که مطرح کردید بیشتر معطوف بود به جلسه مثلا امروز. خیلی از کتاب‌هایی که مربوط به حوزه ادبیات بوده، من آیه عباسی رو من الان در جمع میبینم، ایشون
یک مرتبه اومدن در زمینه تاریخ یک مجموعه شاهنامه های همدوره یا بعد از شاهنامه فردوسی رو معرفی کردن که این شاهنامه ها خب در این حال که بسیار کلاسیکن، بیشتر از این که جنبه ادبیشون مطرح باشه جنبه تاریخیشون مطرح بود و از این مثال ها زیاده. من اگر بخوام بگم برای هر 19 نشستمون زیاد هست، ولی من خب خیلی خوشحال شدم که نظر شما رو شنیدم و نقدتون رو و ارجاع میدم به فایل گوگل داک و آثاری که در اون هست. اگر یک نگاه شاید بیشتری بندازید شاید یه مقدار نظرتون عوض بشه، شاید. ولی در مورد اون سیر مطالعاتی هم میگم چندین بار داشتیم و قطعا باز هم خواهیم داشت در تا جایی که از حوصله جمع سر نره و تنوع آثار هم همینطور. در زمینه ادبیات کلاسیک بسیار داشتیم و همینطور ادبیات امروز. میتونم حتی کتاب‌ها رو به اسم بیارم که کتاب‌هایی که بوده آیدوکی فتوحی یه بار کتابی رو معرفی کردن که کتاب‌های مهجور ادبی بود که یک سبک خیلی خاص رو در ادبیات توضیح میداد و یکی از چالش‌های ادبیات فارسی رو توضیح میداد از میر تذکره که بسیار زیاده. حالا بخوام مثال بزنم الان هم در ذهنم هست ولی خب از حوصله جمع شاید خارج باشه. حالا اگر حسین جان یا آقای کمالی هم مطلبی دارن بفرمایید، ما بسیار خوشحال میشیم. نه محمد رضا جان، فکر کنم توضیحات تو جامع و کامل بود، من چیزی ندارم اضافه کنم. ممنونم. حالا آقای دکتر کمالی نمیدونم. آقای کمالی شما مایلی نکته‌ای بفرمایید. آقا تشکر میکنم از توجه سرکار خانم معصومی و خب نکته است که باید در نظر هم داشته باشیم که کتاب‌های روزمره کمتر معرفی بکنیم. خیلی هم پیشنهاد خیلی خوبی است، ولی بخشیش همونطور که جناب آقای کاروان فرمودن مورد نظر بوده. یعنی فقط در یکی از کسان عزیزی که مهمان ما هستن یا یک دو نفر کتاب‌های اخیر رو میگن که اونها هم البته ارزشمند هست و اولی که این اتاق یا تالار برقرار شده بود نوشته بودند که آثار برجسته علوم انسانی، ولی بعد دیدیم که نه، فقط محدودش نکنیم به آثار برجسته. دیگه از گفتارها بفرمایید. صدا قطع شد؟ من یه لحظه بله ببخشید. حرزمی بود که برخلاف درس گفتارها سعی میکنیم صحبت در این جلسات خورده کوتاه‌تر باشه، اما اگر عزیزان شرکت کننده میل دیگری دارند احیانا مثل خانم روستایی، خانم معصومی خیلی معذرت میخوام، بفرمایند و آقای کاروان که مدیر جلسه هستند به ما هم تذکر خواهند داد و به اون سمت میبریم. خیلی هم تشکر میکنم. ممنونم سرکار خانم معصومی. امیدوارم که در حد بضاعت پاسخی داده باشیم، ولی خیلی خیلی ممنونم که نظرتون رو فرمودید. من میتونم یه توضیح کوتاه اضافه کنم؟ بفرمایید، فقط یک مقدار خلاصه تر که به باشه. من واقعیتش نه اصلا اصلا قصدم انتقاد نبود. حالا کلمه انتقادم شاید به کار بردم، اشتباه به کار بردم، ولی واقعا یه راهنمایی تکنیکال میخواستم. یعنی که مثلا نه حالا سیر مطالعاتی به اون معنا، به این که در واقع یه ذره حالا شاید کلی‌تر در نظر بگیریم این که چطور، چون ما با بمبارانی از کتاب‌ها مواجهیم دیگه، چه کتاب‌های کلاسیک چه کتاب‌های جدید. این که حالا از بین اینا چطور یعنی انتخاب کنیم و چطور مدیریت کنیم که مثلا اون مجموعه‌ای که انتخاب می‌کنیم بهینه باشه. یه همچین چیزی مد نظرم بودش و اینکه حالا یه ذرم راجع به نوع کتاب خونی و اینا، چون اینکه کتابو بخونیم ولی بعد بتونیم معرفیش هم بکنیم، خب توانایی خیلی خوبی هستش، ولی شاید ما خیلی مثلا
مثلا خیلی کتاب خونده باشیم، من نوعی رو میگم، ولی از معرفیش به این شکل حالا ناتوان باشیم. یه خورده در این زمینه حالا اگر ممکن هست اساتید صحبت کنند خیلی ممنون میشم و خیلی کمک هست. من نکته‌ای بگم محمد رضا جان من نکته‌ای بگم چون اشاره هم کردن. اولا حالا وقتم زیغه، چون حالا اشاره هم کردید، دوستان هم توضیح دادن، فقط حالا انتقادم بود، البته اشکالی نداشت. بعد هم که گفتید من فقط خودم رو اولا بگم به اختصار که توی حوزه، چون علاوه بر روان پژوهی و فلسفه پژوهی، حالا من هم آثار کلاسیک رو تا جایی که میشه در کنار آثار جدید، مثلا فرض کنید در حوزه رواقیگری، خب پاری از این آثار کلاسیکه و در گذشته منتشر شده یا بازخوانی‌های شده، اینها رو معرفی میکنم. و در حوزه عرفان و ادبیات هم یادم هست یه نوبتی به شیخ اشراق و آثاری که در اون باب نگاشته شده تفصیلا پرداختم و برخی دیگر از آثاری که تو حوزه عرفان خراسانی و توسطاً عرفان و سنت حکمی ما. مرادم اینه که به هر حال من خودم همطور که دوستان اشاره فرمودن همگی توجه داشتن که یه بالانس و توازنی برقرار باشه میان آثار کلاسیک و آثاری که در دهه‌ها و سده‌های اخیر منتشر شده. راجع به اون پرسشتون اولی که ملاحظه و کامنت بود، من به اختصار سخن بگم. حالا اتفاقا میتونه موضوعی باشه که یه نوبت راجبش سخن گفتگو بکنیم، خصوصا در عصر کنونی. درست میگید، یعنی ما با انفجار اطلاعات مواجهیم و خیلی راحت میتونیم مبتلا بشیم به آنچه که من ازش تعبیر میکنم به پرخوری ذهنی تو برخی از نوشته‌هام. و واقعا همونطور که ما پرخوری میکنیم، رودل میکنیم، در حالت متعارف پرخوری ذهنی هم داریم و حالا میتونیم راجبش صحبت بکنیم. به نظر من مسئله محور بودن و سوالاتی که آدم داره، مسئله هایی که داره است، میتونه یا بهتره که شیوه مطالعاتش رو تنظیم کنه و اتفاقا باید در این روزگار پاره‌ای از آثار رو یا آثار متعددی رو نخوان که وقتش رو نداره و بعد میتونه اون سر از پرخوری ذهنی در ببره. و حالا اهم از این که فرد علاقمنده یا پژوهشگره تفاوتی نمیکنه. من به نظرم مسئله محور، موضوع محور و با توجه به آنچه که ما دنبال میکنیم مسئله هامونه، اون رو باید خطش رو بگیریم و البته از اهل فن هم بپرسیم، نظر اونها رو هم بدونیم و الا اگر از هر دری بشه اون وقت نوعی پرخوری ذهنی میشه و آدم رو کلافه میکنه و احیانا پاشان و پریشان. یا ممکنه من نگاه بکنم به شما بگم که خب الان فلانی اینو خونده من نخوندم. من خودم چون یه روزگاری اینجوری بودم 20 سال پیش که خب اون موقعم زیاد میخوندم اما خیلی این سو و آن سو هم بودم و حسرتی به کسی میخوردم این بود که خب الان اون اینو خونده من نخوندم. میدونید اما سال هاست که دیگه از من این قصه رخت بربسته، 10 سالی هست و فکر میکنم که خب عمر ما که محدوده، امکاناتمون که محدوده، در همون زبان فارسی هم نمی‌رسیم خیلی از کارها رو بخونیم، چه رسد به انگلیسی و عربی و احیانا زبان‌های دیگری که افراد تسلط دارن. نمیشه. اگر نمیخوایم به پرخوری ذهنی درافتیم و در غلطیم، به نظرم مسئله محور و موضوع محور باید یه امری رو دنبال بکنیم، نظر اهل فن رو هم بپرسیم و به نوعی اینگونه پیش برویم. این پاسخ مختصر بنده و الا خب اون آشفتگی هم میتونه به همراه بیاد از کسانی که راه رو رفتن پیشتر از ما، تجربهشون بیشتره، قلم زدن، خواندن، درس دادن، از اونها میتونیم استفاده کنیم و این گونه مسیر رو پی بگیریم. ملاحظاتی دیگه هم دارم اما هم وقت زیغه و هم موضوع اصلی اتاق نبوده، چون پرسشتون بود خواستم به اختصار پاسخ بدم. شاید بشه در مجال دیگری بیشتر به این پرداخت. عرضم تمام. من خیلی تشکر میکنم. ممنونم خانم معصومی، ولی من این نکته که شما فرمودید رو سعی میکنیم مد نظر قرار بدیم. ما قبلا میگم سیر مطالعات داشتیم، ولی اینکه راجع به یک موضوع خاص به بحث بگذاریم و آثار حول و حوش اون موضوع خاص و یک سیر تاریخی راجع به اون آثار رو هم
معرفی بکنیم، چون این کتاب در واقع این تالار، ببخشید میگم کتاب، این تالار کارش معرفی آثار علوم انسانی و ادبیات هست. در همین زمینه بتونیم یک سیر معرفی یا یک راهنمای معرفی رو توسط چند نفر راجع به یک موضوع خاص داشته باشیم، سعی میکنیم که در برنامه‌مون بگذاریم. به هر حال ممنونم که نقدتون رو گفتید. من خودم به شخصه با کلمه نقد بسیار موافق ترم و ممنونم از شما. من سلام میکنم خدمت جناب آقای احسانفر و عذرخواهی میکنم که خیلی منتظر موندن. خیلی خوشحالیم که به گرد میز آمدید و ما شنوای شما هستیم. اگر اثری رو میخواید معرفی بکنید یا نکته‌ای رو میخواید بفرمایید جناب آقای احسان. خواهش می‌کنم. عرض سلام و ادب و احترام و شب بخیر خدمت همه اساتید عزیزی که حضور دارند. پیش عرض کنم خدمت اساتید عزیز که بنده با توجه به این که در آموزش پرورش مسئولیت دبیرخانه فلسفه و منطق کشوری را بر عهده دارم، برای دبیرانمون و برای اینکه سیر مطالعاتیشون را تو کلاس‌های حالا ضمن خدمت یا کلاس‌های کارگاهی یا در این دوره کرونا بحث مربوط به حوزه مجازی را داشتیم، از اساتید حالا جناب آقای دباغ و دیگر دوست همکاران هم اساتید عزیز 2 سوال رو داشتیم. یکی این که برای دبیران ما در مدارس چه کتابی را معرفی می نمایید که ما به صورت تقریبا توصیه‌ای بیاییم اون کتاب‌ها را یا کتاب‌هایی را حالا یا یک دونه یا چند معرفی نماییم. این دومین سوال هم اینه که واقعا امروزه فلسفه چه وظایفی بر عهده دارد و باید به چه مسائلی بپردازد که بتونه نیازهای بشر امروزی را تا حدودی رفع کند، با توجه به اینکه در حوزه ساینس و علم به صورت کامل مثلا حوزه آگاهی یا اینکه خدای حفره‌ها و غیره رو که حالا مطرح می‌کنند و خیلی از مفاهیم مختلف و مسائل مختلف را از فلسفه می‌گیرند و به علم میدن، مثلا بخش آگاهی را، این گونه مسائل را ما به چه شیوهی باید حل کنیم و یا به صورت سوالی بخوایم مطرح کنیم امروز فلسفه چه وظایف و مسائل بنیادینی را باید ترک کند که مثمر ثمر باشد به حال جامعه. سپاسگزارم. من نمیدونم مخاطب شما مخاطب خاصی رو مد نظر داشتید یا اینکه مخاطب خدمت جناب عالی عرض کنم اگر هر کدوم از اساتید مخصوصا جناب آقای دکتر دباغ با توجه به حوزه کاریش که الان فرمودن فضیلت‌های اجتماعی آلن دواتن زندگی و فلسفه که ما بخشی از کتاب‌های فلسفه علوم انسانیمون مخصوصا فلسفه 2 پایه 3 علوم انسانی بخشیش در مورد معنای زندگی است و همین مسائلی که حوزه فضیلت و دانایی محوری و اینا را مد نظر دارد، ضمن اینکه ما هم یک طرحی را حالا دادیم به شورای عالی آموزش پرورش تحت عنوان فلسفه کودک و نوجوان که البته فعلا با توجه به سند تحول که حالا به نوعی حالا یا ترس از آگاهی است یا هرچه باشد، به هر حال فعلا اجازه نمیدن که ما در این زمینه نشست‌هایی را داشته باشیم، ولی با توجه به نشستی که سرگروه‌های استان‌ها در 25 تا 30 اردیبهشت ماه در لرستان که دبیرخانه فلسفه و منطق کشوری در اینجا مستقر است، خواستیم که عنایت بفرمایند اساتید، به ویژه اگر جناب آقای دباغ زحمتشو بکشن به این 2 سوال جواب بدن. خیلی سپاسگزاریم.
آقای دباغ شما مایلید الان پاسخ بدید، بفرمایید. میخواید یه نفر دیگه از دوستان صحبت کنم؟ من پشت هم صحبت کردم، اگر نکته‌ای باشه. حالا میدانم خطاب بنده بود، حالا گفتم من پشت هم صحبت نکنم. اگر دیگر عزیزان هم ملاحظه‌ای دارن بگن، من به اختصار میگم. البته خب من سالهاست داخل کشور نیستم چنان که میدانید و میتونم حالا راجع به اون تفکر نقادانه و فلسفیدن یا همین فضیلت‌های اجتماعی که ذکرش رفته بود چند تا منبع معرفی کنم. حالا در ادامه عرض میکنم به اختصار. جناب آقای کمالی شما مایل هستید یک سری منابع معرفی بفرمایید؟ وسط فرمایش آقای دکتر دباغ هست، بفرمایند. بعدم مخاطب اصلی پرسشم ایشون بودن. بعدم صحبتتون تمام شد. بعدم در کار فلسفه بعد اگر نوبت رسید البته با کمال میکنم. جناب آقای کاجی شما مایلید که منابعی رو بفرمایید؟ حسین جان. منم چون که آقای دکتر دباغ مورد پرسش قرار گرفتن فکر کنم بهتر هست که خود ایشون جواب بدن. حالا ایشون لطف کردن و تواضع به خرج دادن، ولی فکر میکنم خود ایشون هم مورد پرسش قرار گرفتن، هم فرد صاحب نظری ان تو این زمینه، میتونن جواب بدن. دباغ بفرمایید. بله، ممنونم از دوستان و عزیزان. عرض می شود که راجع به تفکر این که الان اشاره فرمودید به این که حالا در سطح آموزشی پرورش و اون معناهایی که هست یا محدودیت‌ها به تعبیر بهتر، نه معناها، نمیدانم، کتابی بود که سالها پیش در ایران منتشر شد. یادم هست در جلسه نقد و بررسیش که به همت آقای ناصر محمدخانی در شهر کتاب برگزار میشد، من سخن گفتم و دوست عزیز آقای منصور هاشمی. کتاب پرسیدن مهمتر از پاسخ دادن است، ترجمه خانم حمیده بحرینی. خیلی کتاب خوبیه. اسم نویسنده خاطرم نیست، نشر هرمس منتشر کرد. این یک کتابه که عرض می شود که من در پاری از تدریسام هم ازش استفاده می کنم در این عرصه‌ای که گفتی و فکر میکنم خب خیلی به اون تفکر نقادانه کمک میکنه. آثار متعددی منتشر شده، حالا اونایی که من میدانم و اشاره کردید و پرسیدید. و کتاب دیگری هم الان به خاطرم هست، اسم کاملش نیست، سالها پیش خوندم، اونم باز هرمس منتشر کرده، خانم فاطمه مینایی ترجمه کرده، در همین حوزه تفکر نقادانه است. حالا اسم مترجم رو و ناشر رو که هرمس باشه، من حالا اگر اسمش رو پس بالا تو کتاب کنم باید نگاه کنم. یادم هست چند سال قبل که یه دوره معرفت شناسی و تفکر نقادانه اینجا تورنتو درس میدادم، این کتاب رو هم بخشی زیادیش رو استفاده کردم. تمرین داره، خیلی کتاب خوبیه. یه اثر دیگر هم، ببخشید طولانی میشه چون پرسیدید بگم، کتاب A Preface to Philosophy که شنیدم که کتاب ترجمه شده به فارسی. من یه روزگار این رو درس میدادم، همون اوایلی که برگشته بودم ایران. کتاب رو همکار عزیز ما دکتر شاپور اعتماد به من معرفی کردن، انتخاب معرفی خوبی هم و من گفتن فلانی اینو ترجمه کن. من تصمیم گرفتم اول درس بدهم که خب دیگه بعد از تدریس رفتم به سر وقت تراکتاتوس ویتکنشتاین و اون دیگه من. اما مترجم کتاب برای من نوشته بود از ایران که ظاهرا کتاب ترجمه شده، حالا نمیدونم تحت عنوان مقدمه‌ای بر فلسفه، درآمدی بر فلسفه. این رو اگر سرچ بکنید فکر کنم کتاب ترجمه شده، کاملا در این حوزه است. یعنی مثالهای روزمره داره. خیلی من کتابو درس دادم و خوندم، خوشخوانم هست. و این سه تا اثر که کاملا تفکر نقادانه، این که چگونه مغالطات رو ما تشخیص بدیم، در مثالهای روزمره سخنان سیاستمداران رو، عرض می شود مدیران رو، اینها رو آورده و کاملا توضیح میده که چگونه ما دانسته یا ندانسته مرتکب مغالطه میشیم و کمک میکنه با نشان دادن این که چگونه ذهن ما تربیت میشه و مؤدب به آداب منطقی میتونه بهتر تشخیص بده، استدلال‌های علیل رو از استدلال‌های موجه تفکیک بکنه. اینا سه کتاب انضمامی و عینی که الان به ذهنم رسید که اشاره کردید و همش رو من پسندیدم و استفاده کردم. راجع به
فضیلت‌های اجتماعی هم که اشاره کردید، حالا در حوزه فلسفه و زندگی قاعدتاً مرادتونه و اشاره به معنای زندگی هم کردید. آثار متعددی منتشر شده داخل کشور همونطور که میدونید. حالا من فضیلت‌های اجتماعی اون کار آلن دو باتن رو که ترجمه کردم، به احتمال قوی اون اثر مشهور ویکتور فرانکل رو که در فارسی هم 2 ترجمه ازش موجوده، انسان در جستجوی معنا رو که ترجمه خانم مهین میلانی و نهضت صالحیان اگه اشتباه نکنم که بالغ بر 35-6 چاپ خورده، این رو معرفی میکنم. یک کتاب دیگه هم کتاب جیمز هالیس، یافتن معنای زندگی در نیمه دوم عمر، که کتاب خوندنیه انصافاً. و احتمالاً بدانی جیمز هالیس یه اسکالر نو یونگیه و کاملاً از منظر یونگی به قصه معنای زندگی پرداخته و معنای زندگی در نیمه دوم عمره که حوزه روانپژوهی و عرض می شود معطوف به قصه معنا. و احتمالاً این رو هم که میدانید آخرین اثری است که معرفی میکنم که از این حیث انصافاً خواندنیه، کتاب رواندرمانی اگزیستانسیال یالوم که به تفصیل راجع به معنای زندگی عرض می شود که معنای کیهانی، معنای شخصی دنیوی تفصیلا توضیح داده و استشهادات و ارجاعات نیکویی هم در آن آمده. به نویسندگان، به حکیمان، به فیلسوفان ارجاعاتی داده. خب اون این رو در کار رواندرمانی اگزیستانسیال آورده و این رو به مثابه یک مسلم هستی معرفی کرده. در این حال میشه اتفاقا به یالوم به فرانکل هم اونجا ارجاع داده و برخی دیگه از متفکران، به مارتین بوبر و دیگران هم خیلی خوندنی اون اثر. خوشبختانه ترجمه خیلی روانی هم داره. پس 3 کتاب همینجا من معرفی کردم، یکی انسان در جستجوی معنا، دیگری یافتن معنای زندگی در نیمه دوم عمر نوشته جیمز هالیس و سومی عرض می شود که رواندرمانی اگزیستانسیال. ببخشید حالا اجالتا این 6 اثر به ذهنم رسید و حالا باز نکته بود شما در بک چنل برای من بنویسید. جناب مجید احسانفر عزیز، من نکته داشتم عرض میکنم. سخنان من تمام. جناب دکتر عنایت بفرمایید. این 5مین اثر در حوزه رواندرمانی را مجددا بفرمایید. سپاسگزاریم. خواهش میکنم. کدوم رو اشاره کردید؟ یعنی در حوزه رواندرمانی. بله. اسمش همین رواندرمانی اگزیستانسیاله. نشر نی منتشر کرده، ترجمه سپیده حبیب، خانم دکتر سپیده حبیب. سپیده حبیب. حالا که این رو گفتم، حالا که اینو گفتم از همین نویسنده کتاب درمان شوپنهاور هم خوبه که ملاحظه بکنم. از همین نویسنده همین ترجمه. بسیار عالی. سپاسگزاریم جان. اون کتابی هم که فرمودید ترجمه خانم مینایی هست، عقل و بس در تفکر نقادانه هست، نوشته تامس گیج هست که ممنونم. اسمش چیه محمد رضا جان کاملش؟ عقل و بس در تفکر نقادانه. در تفکر نقادانه. بله. کتاب خوبیه، ترجمه خوبی هم داره. بسیار عالی. سپاسگزاریم. خیلی متشکرم. ممنونم آقای احسانفر که شما هم در جلسه امروز مشارکت کردید. امروز یک مقدار نشست ما متفاوت تر بود. تشکر ویژه هم میکنم از سرکار خانم معصومی که نقدشون رو با ما مطرح کردن و امیدوارم بقیه دوستان هم نقطه نظراتشون رو با ما به اشتراک بگذارن. در واقع با همه اعضایی که در این نشست شرکت میکنن تا روند رو به بهبودی رو و رو به رشدی رو در معرفی و نقد آثار علوم انسانی در کنار هم داشته باشیم و از همدیگر بیاموزیم. من نکته خاصی نمیبینم. اگر که شما کمالی نکته پایانی دارید بفرمایید. بله، من میخواستم با توجه به کتابی که جناب آقای خرمشاهی معرفی کردن و الان تشکر کردن درباره آقای ایرج پارسی نژاد. آقای پارسی نژاد یک مجموعه مصاحبه‌ای با ایشون انجام شده است در یوتیوب در کانال آرت باکس. علاوه بر آقای پارسی نژاد دیگری هم هستند، از جمله خانم ایران درودی و شماری از چهره‌های فرهنگی و ادبی کشور و این یک برنامه فوق‌العاده ارزشمندی است
در ضبط تاریخ شفاهی در رشته فرهنگ، در حوزه فرهنگ. من این رو خیلی به عزیزان توصیه میکنم. عنوانش هست آرت باکس در یوتیوب. خیلی ممنون و از همه خداحافظی میکنم و از جناب عالی، جناب آقای کاجی، سایر عزیزان تشکر. ممنونم جناب آقای کمالی. آقای کاجی شما نکته پایانی دارید؟ نه خیلی ممنونم مریض از شما آقای کمالی عزیز، سروشان عزیز و همه عزیزان تشکر میکنم. جلسه خوب و پرواری بود، ما رو تشویق کرد به خوندن بیشتر و مطالعه عمیق‌تر و فهم و درک عمیق‌تر. ممنونم. من هم باز از همه عزیزانی که در بحث امروز شرکت کردن و همه عزیزانی که حضور داشتن به سهم خودم قدردانی میکنم. نشست بعدی ما نشست 20 هفته آینده هست. غروب آدینه بعدی و بعد از ظهر آدینه بعدی به وقت آمریکای شمالی و امیدواریم که بتونیم جلسات ماندگاری رو در نقد و بررسی آثار از خودمون باقی بگذاریم. منظور من عزیزانی هست که میان و آثاری رو معرفی میکنن. قطعا نقدشون و معرفیشون شنیده خواهد شد. اگر در این نشست هم نباشه فایل صوتیش هست، چون بازپخش این اتاق باز هست، میتونید بعد از پایان اون رو بشنوید. همینطور در کانال تلگرام حلقه دیدگاه نو هم میتونید کلیه آثاری که تا به امروز بوده رو بازشنوایی بکنید. در نتیجه معرفی آثار اینجا خواهد ماند و دوستان دیگری هم به غیر از حاضرین اون رو خواهند شنید و امیدوارم که عزیزان بیشتری رو ما به گرد میز گفتگو داشته باشیم در نشست‌های آتی. همه شما رو تا نشست بعدی به خدا میسپارم و روز و روزگار بر همه عزیزان خوش. اشراق یوتیوب چنل